ارد، روغن، کنفت و مصالح ساختمانی. سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولیدی کشورهای آسیای میانه سرخریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری می‌دهند چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است. اما بر ضمن این عامل سیاسی نیز باعث ورود بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است. محمد اکبر، یک فروشنده در کابل، میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد. اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکائو باب است، برنج آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میآید از آسیای میانه است که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشورهای همسایه ما میآید. شرکت بشیر نوید از اولین ها شده به واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب پرست را از قزاقستان وارد کرد. به گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت. در اوایل از روغن جامد استفاده می‌کردند و اونا وقتی که ما روغن ماهی گل آفتاب پرست در کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدن و حالا از اونها استفاده میکنن که انواع روغن ماهی را داریم. افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت میگیرد. افغانستان تدریجاً به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل می‌یابد. خان جان الکازای، تاجر افغان، میگوید به فرق از ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمی‌کنند. برای صاحبکار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی میرساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می‌دهند. در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می‌افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب‌های خود را دارد. البته ما می‌خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم، اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی‌دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست. در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان میگویند گوناگونسازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت‌های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند. مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک را کاملا حالا به صفر نه، یک عدد دو رقمی باشه که مثلا مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رساندیم. با وجود برنامه‌های درازمدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است.